یه داده دیگه از دستگاه پروتونیک رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. این اسکن با دستگاه پروتون LV16 شرکت آسوا گرفته شده. همونطور که قبلا هم خدمت شما عرض کردم، زمانی که شما یک اسکن از دستگاه پروتون می‌بینید حتما بپرسید که این اسکن رو با کدوم مدل از دستگاه شرکت آسوا زدن. با توجه به رنگ و شکل این فلز و با توجه به کدی که ما در قسمت نمودار ارزش‌گذاری داریم، دستگاه در این ورژن نرم افزار کد 2700 را برای ما روی هدف گرفته و در قسمت منفی کد منهای 560 را داریم. با توجه به رنگ، ساختار و نحوه درگیری این فلز با خاک، ما میتونیم قطعاً مفرغی بودن این هدف را تایید بکنیم و با توجه به فاصله‌ای که این هدف آشکارسازی شده و با توجه به اندازه اون در اسکن، ما با یک فلز تقریبا 50-60 سانتی در فاصله نزدیک روبرو هستیم. دوستانی که با دستگاه پروتون شرکت آسوا کار میکنن و اسکن‌های خوبی با دستگاه پروتون میگیرن، میتونن بابت بحث اشتراک تجربیات اسکن‌های خوب خودش رو در واتساپ شرکت پایدار معدن بفرستن که ما بتونیم اونها رو با بقیه دوستان به اشتراک بگذاریم. موفق و پیروز باشید.